سلام و درود بر همه شما خوبان و هموطنان نازنینم. امیدوار هستم که از هر جای دنیا امی لحظه ما را در پرده های تلویزیونتان تماشا میکنین جور و صحتمند و سرحال باشین، لبانتان پر از لبخند باشه. خوش آمدین به گزارش امروز ما. بازم من ایلاب رشیدی در خدمتتان قرار دارم. امروز آمدیم به سینمای پامیر. قسمه که در پشتر بک‌گراند من میبینین، آمدیم به شار سینمای پامیر که یک گزارش بسیار خوب تقدیمتان بکنیم. ساحه پر بیروبار کابل جان، مکانی که خیلی بیروبار است، هم مردم هم موترا، خلاصه رفت آمد مردم بیروبار خیلی زیاد است. ببینیم که مردم در سینمای پامیر مصروف چی کاربار هستند. در عموم قسمی که میفهمین اینجا بیشتر بازار لیلامی هست.